روزهای زمستان برف و باران با عذاب میکشد بچه. روزی بهار بعد از دشت گوشت تشنه میبیاد. از همینجا تو مکتب میرفته که جو یگان استقامت میکردی خانه ها نیست که خاطر جمع استیم که همونجا مثال یگان شکست ریخ شدن بچه هم خانه ها بخار میشد میره ما باید که یگان امارت زندگی نیست جوی کشود اینجا به گرگ فروی شای بارون شود مثال آب خیزی آب بافتیدنی شای گویده که همین به دویم بچه رهنده سرسانی را که هر خواطریه نیویره مکتب خون شدگی وزی موندگیش مایده عصبی را دور بودن وقتی بارانگری شود تومن شد ما بوده با ماشین میبریم مجبور سال گذشته بنا گرگ فرو اومد گفت تو پلنگ شد رفته ما بچه های خلاص کرده آمده دهم سال ما رئیس ولایت با قاهر رسولزاده مکتوب کردیم اونجا جواب ما همین خیلی آمد که 2010 باید تا 2012 بود شود گفته رایون کمیته زمین ساختمان مانگی دادن که این طلبات با جواب نمیتید آنها مکتب بنیاد کرده شد ساخته شود مکتب زمانوی کرده من این طرف ما سنگ آوره خالی کردیم برای مصلحت همون هوا گوش کرده سنگ هم آوره خالی کردیم پولی جدا شدگی 2010 تا 12 بود میشد کرمیتیم گفتگی سنگ ما 6 حاضر یگان خیلی پول هم نیست مکتب هم نشد تا همین وقت مصلحتی خلق کتی خودشون خلق پول جمع کردن 86,000 سومان بانک و ماندیم ما تیم که کره بینیتون طلبه های چی آوهالنده نخود یک همین ابیکت تا همین درجه را وان قرار پرزیدنت شدی سودا است من این مکتب پوشی دیگه کنی گفتم ما طریق حشال کتی کردی سودا که ما یگان جو ما مبلغ طلب کردی همون نه فقط اجازت نشدی سودا است ما رایون با 6 مواز اپشتی همین سرتیفیکت گرفتن برای مکتب نو پوشیدن خلق کتی تشکیلی و داویدی سوده که 6 ماه باز یک شنبه قبولی حکیمانده شدیم حکمی رایونانده ظریف میردادانده وای آدم یک در قبول موی گفتن که روی قبولشونانده عمومی مجلس به درآمد بودیم ما موی برآورده گفتن که ساعت 1 به قبول میکنیم گفت قبول نکرد بعد ما باز رفت بودیم که محمود زاد ما قبول کرد محمود زاد قبول کرده گفت سرتیفیکاتتون به نزدیکی میشد گفت لیکن تا حال اما آگوست باز ما امیدی سرتیفیکات دعواداری سرتیفیکات کردیم یگانه امیدی ما همین پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فرزندای ما عذاب نکشند ما عذاب نکشیم با یگانه امیدانه پیشوای ملت یگانه یاردم همونو امید میکنیم